به ما تبریک میگوییم. ساکن شهر بوستانی خوجند عبدالولی توشمتوف غالب یکی از 3 برد اساسی اکسیا از محصولات شدرایلیت گردید. اماکی عبدالولی با اشتراک در این اقدام اتومبیل برد نمود. او میگوید اهل اویله‌اش از این محصولات زیاد استفاده میکنند و به خوشصفتی و خوشطعمی آن اعتماد هم دارند. او همگی از یک بسته محصولات شدرایلیت رمز را توسط پیامک با رقم 3142 روان کرده است و خلاص. من اول باور نکردم، بعد میخواد شد که سونی با ما رو گفتن که شما اتومبیل بردید. من آمدم همینجا باور کردم. اکسیای محصولات شدرایلیت جمعیت سهامی کشاده ژیروای کمبینات شهری یکاترینبورگ روسیه در تاجیکستان از 1 اکتبر شروع شده تا 30 دکبر ادامه میکند. در این دوره هر هفته 5 نفر غالب صاحب اسباب‌های معیشی گردیده آخر هر ماه یک اتومبیل برد کرده خواهد شد. Мы разыгрываем не один десяток призов, разыграли уже порядка 14 видов бытовой техники. Осталось еще 2 автомобиля, еще будут счастливчики, будем вручать, будем рады. Поэтому участвуйте, призов еще много. Всем удачи. در این اکسیا تمامی ساکنان تاجیکستان می توانند اشتراک نموده غالب تحفه‌های ارزشمند گردند. برای این کار شما را ضرور است که در بسته اقدامی محصولات شدرایلیت را خریداری نمایید. بعد از استفاده محصولات در داخل بسته رمز نمودار می گردد. این رمز را باید در سامانه شدرایلیت تیجی و یا توسط پیامک با رقم 3142 ثبت کنید. بسته را با خود نگاه دارید و انتظار قرعه کشی تحفه گردید.